کدوم یکی از این بازی‌ها رو تونستی 100% کامل بکنی؟ بازی اول GTA V و GTA San Andreas که خب تو ایران خیلی طرفدار دارن. کلا سری GTA اگه تونستی تموم بکنید حتما تو کامنت‌ها بگید. من خودم وی و سان اندریاس رو تموم کردم. بازی دوم بازی مراحل فیفا 2019 هست که خب خیلی ممکنه بازی کرده باشن و تموم کرده باشن. من خودم بازی کردم ولی نتونستم تمومش بکنم، خیلی طولانی بود. بازی سوم بازی گاد آف وار هست که خب گاد آف وار هم خیلی بازی خوبیه و اینکه من خودم بازی نکردم. بازی چهارم کال آف دیوتی هست، یکی از نسخه‌هاشو من خودم تونستم کامل بکنم. بازی پنجم دیویل می کرای هست که خب خیلی بازی خفنیه. من دیویل می کرای 1 رو تونستم تمام بکنم ولی خب نسخه دیگه‌اش رو بازی نکردم. شماره 6م بازی رزیدنت اویل هست که خب خیلی بازی خفنیه و رزیدنت اویل 2 رو من تونستم تموم بکنم و اینکه شما اگه بازی رو تونستید تمام بکنید یا اگه بازی جا مونده حتما تو کامنت ها